از اون موتوراست که میگه سرعت مهم نیست، مهم اینه که وقتی من رد میشم همه ساکت شن. لامصب وقتی 1,000,000 درهم معادل 45 میلیارد تومن پول میدی، موتور نیست که یه هیولای دوچرخی سفینه، فضانورد، فضاپیما، هواپیماست که روی دوچرخ راه میره، جر میده میره. این فضاپیمای دوچرخ ساخت شرکت ایتالیایی وایروسه که موتور داخلش برند دوکاتیه و از همه مهمتر تا 310 کیلومتر سرعت میره. این موتور وایرس الیان 988 1285 سی سی 2 سیلندر ال شکله. حالا شما به من بگو تا چند نفر میتونن روی این موتور بشینن؟ به نظر من که 2 نفر اینجا میتونن بشینن، نفر سومم اینجا فکر کنم جاشه. میشه اوکی 3 نفر جا میشه.